ظاهر کاری که انجام میدیم نه، اما قصد و نیتی که از انجام هر کاری داریم مثبت و منفی و یا تاریک و روشن بودن انرژی تولید شده در اون کار رو تعیین میکنه. شما یه لبخند بی توقع به یه نفر بزنی، انرژی مثبتی که تولید میشه ازش خیلی بیشتر از زمانیه که به قصد و نیت نفسانی مدرسه بسازی یا بیمارستان بسازی که انرژی تایید بگیری از بقیه، که از بقیه تایید خوب بودن بگیری، که با نیت دیده شدن در انظار عمومی اون کار رو بکنی یا هر قصد و نیت نفسانی دیگه ای. آدم میتونه به عشق یه درخت بهش آب بده، انرژی که از این کار تولید میشه، ارزش این کار خیلی بیشتر از اونه که تو 100 تا حیوان غذا بدی یا نمیدونم 100 تا دیگ بذاری، نمیدونم شام و نهار بدی بین اون، بعد عکس بگیری، فیلم بگیری و تو شبکه‌های اجتماعی پخش کنی برای گرفتن تایید یا هر نیت دیگه. میکائیل مقرب میگه اگه کاری رو برای کسی انجام ندین، مثلا هیچ کار خیلی انجام ندین، خیلی بهتر از اینه که یه کاری رو شما با قصد و نیت نادرست، با نیت نفسانی برای جلب توجه و کارهای دیگه انجام بدین. چرا؟ چون ظاهر کاری که انجام میدین، اون کار حتی اگه در رده فیزیکی، در رده ظاهری کاملا مثبت باشه، این نمیتونه ثابت کنه که اون کار بی قید و شرط انجام شده، انرژی درستی ازش تولید شده. حالا بیایم سه نفر رو، انرژی 3 نفر رو تحلیل کنیم که دارن یه کار مشترک با هم انجام میدن. غذا دادن به حیوونا کاملا کار درست، خیر و اصولاً با نیت‌های خوب انجام میشه. یه کار کاملا مثبت. بیایم اینو تحلیل کنیم که 3 نفر این کار رو انجام دادن اما انرژی‌های مختلفی تولید میکنن. حالت اول، فرد کاملا با قصد ریاکاری، دزدیدن توجه، دزدیدن انرژی و تایید از بقیه، کاملا ریاکارانه برای اینکه خودش رو خوب جلوه بده، انسان خوبی جلوه بده، حالا بعدش پشتش چه نیت و قصدایی هست، میاد به حیوانات غذا میده، خب به تبع فیلم میگیره، عکس میگیره و شیر میکنه. انرژی که از این کار تولید میشه کاملا سیاه و اضافه میشه به اون بار سیاه سنگینی که هممون داریم روی این سیاره پس میدیم، چون هممون به هم وصلیم و این در انرژی جمعی پخش میشه. پس بهتره که اصلا کار انجام نده. حالت دوم، طرف میاد به حیوونا غذا بده. چرا؟ چون قبلا یه کاری انجام داده، به یه نفر آسیب زده، به یه حیوان آسیب زده، برای عذاب وجدانش و برای اینکه به قول معروف جبران بکنه، میاد به این حیوان غذا میده، به این حیوونا غذا میده. انرژی تولید شده خیلی خوبه. چرا؟ چون کارمای کارش رو پاک میکنه از انرژی های منفیش و از کارماش کم میشه، جبران میشه. اینم خوبه آدمو برای جبران کاراشون کار انجام بدن. این حالت دوم. حالت سوم، طرف در خفا بدون اینکه کسی بفهمه، فقط از سر عشق و فقط به خاطر خوبی کردن و فقط به خاطر اون حیوان، به خاطر عشق به اون بالایی که بچی از خداوند رو در اون حیوان میبینه، چون اون حیوان روح داره و تمام روح‌ها از ذات پاک خداوند میان، از جوهره خلقت میان و چون اون اینجوری فکر میکنه، انرژیش عشق بی قید و شرطه، فقط به خاطر خوبی در خفا بدون اینکه کسی بفهمه میاد به اون حیوان غذا میده. انرژی که از این کار تولید میشه، چون بی قید و شرطه، چون با نیت درست انجام میده، باعث صعود اون شخص از بعد سوم میشه. انرژی که تولید میشه اینقدر بزرگه. چرا؟ چون عشق بی قید و شرط یک انرژی خالص، ناب و قدرتمنده و میتونه انرژی تولید، میتونه اونقدر قوی باشه
که اون شخص رو از بعد سوم صعود بده، بیاره بالا، اصلا دیگه لازمم نباشه. یعنی همین که این شعور و آگاهی لازم برای تولید این انرژی رو به دست میاره، دیگه تمام درسایی که قرار بوده پاس کنه رو لازم نیست پاس کنه، چون تمام اونها میخواد برسه به همین عشق بی قید و شرط که اینو بهش یاد بده. اگه اگه درسی که داره بخششه، اگه درسی که داره عبور از خشم، عبور از ترس، بخشش، نمیدونم صداقت، هر چیزی که هست در نهایت میخواد برسه به اینجا که یاد بده به ماها که عشق بی قید و شرط رو تولید کنیم. پس وقتی همون اول این کار رو انجام بدی، دیگه لازم نیست درسای دیگر رو پاس کنی و صعود پیدا میکنی به بعد بعدی. پس اگه از بیرون و با چشم فیزیکی اینجوری به نظر میاد که این 3 نفر هر 3 تا یک کار رو انجام دادن، اما در رده انرژی که میریم، از رده مادی میریم به رده انرژی و با چشم سوم میسنجیم، با بصیرتمون میسنجیم انرژی های تولید شده توسط این اشخاص رو، میبینیم که کاملا متفاوته. ظاهر یه چیزه اما انرژی تولید شده یه چیز دیگه است. پس ظاهر کاری که انجام میدیم تعیین کننده مثبت و منفی بودن انرژی تولید شده در اون کار نیست. عاشقتونم.